دوست داشتن هر چیزی بیش از خداوند کفر محضه. ببینید آدم‌ها تو زندگی چه چیزایی رو بیشتر از خداوند دوست دارن و واقعا هم همینطوره. ماشین، خونه، اموال، پول یا هر چیز دیگه ای، بچه، مادر، پدر، اینا رو بیشتر از خداوند دوست دارن و اینها کفر محضه و کاملا شیطانی. انجام اعمال غیر الهی هم میشه شیطان پرستی، به همین سادگی. بله، شما وقتی کارهایی که خداوند فرمودن انجام نمیدید و غیر از این کارها رو انجام میدید، شیطان پرست بشید دیگه. شیطان پرستی که شاخ و دم نداره دوستان. اعمال یا الهی هستن یا شیطانی. منظور من لغزش نیست، اشتباه نشه. منظور من انجام عادتهای شیطانی است که نه تنها پشیمونی در پی ندارن، بلکه اگر از عادت بد اون شخص هم ایراد بگیرید، با حرص شروع به دفاع و توجیه میکنید. این خیلی بده، خیلی. عادت پرخوری، پرحرفی، پرکاری، آسیب زدن به بدن به هر نحوی، اینا عادات شیطانی دوستان. احکامی که در مورد بدن گفته شده عقلانیه. چطور؟ شما روحی هستید که مستحق ورود به این دنیا شدید و به صورت موقت این بدن رو به شما امانت دادن. و خداوندی که بدن رو به شما داده قطعا نسبت به اون آگاه تره تا شمایی که قرار 2 روز در اون توقف کنید. او میداند که طهارت بدن به چه صورت درسته. او میداند که خوابیدن درست به چه شکله. او میداند که کدام عضو از بدن کثیف و یا نجس و غیره. و نجاست دلیل بر پلیدی نیست. بدن انسان نجسه؟ خیر. پس چطور از آبی که پدید میاد اون آب نجسه؟ مسکرات نجسن؟ پس چطور از الکل برای ضد عفونی کردن استفاده میشه و ویروس و باکتری رو از بین میبره؟ خون که مایه حیات موجوداته چرا نجسه؟ نجاست در مورد نوع کاربرد هر کدوم از این هاست که معنی پیدا میکنه. ببینم چاقو وسیله بدیه؟ بله، اگر باهاش جانداری رو به هر دلیلی به جز فرمان خدا از بین ببرن. ولی اگر باهاش خیار پوست بکنن چی؟ متوجه منظورم شدی؟ برخی از مردم هستن که ادرار میخورن. حتی یکی از رؤسای جمهور در دنیا که فکر کنم رئیس جمهور سوئیس اگه اشتباه نکنم که یک خانم بود و اسمش هم خاطرم نیست، هر روز 1 لیوان ادرار خودش نوش جان میکنه و عارضه‌ای هم برای بدنش رخ نداده. یا عده‌ای هستن که عادت به خوردن خون دارن و خیلی از کشورها هم که گوشت خوک میخورن و مردمش سالمن. چرا؟ چون آثار نجاست 99 تاش بر روی روحه و 1 بر روی بدن. پس مراقب مغلطه‌های آتئیست های دین ستیز باشید دوستان. خیلی ها مشکلشون با ادیان اینه که میگن از کجا معلوم از طرف خداست. خب عقل چی میگه؟ اگر معلوم نیست دین از طرف خداست، نظریه های دیگه که قطعا از طرف خدا نیست. حداقل در مورد دین هزاران سال میلیون ها اندیشمند گفتن و ازش دفاع کردن. نظریه های گذری دیگه چی؟ که هر کسی یه سازی زده و از خودش و توهماتش نظریه ساخته. پیامبران و ادیان که همشون یه حرف میزنن. جالبه که اغلب منکرین دین حتی نمیرن آثار بزرگان متدین رو بخونن، چون ذاتاً بی‌دین هستن. عجیب نیست؟ و این بیدینی اینها از عوالم قبل همراهشونه دوستان. برای همین متدین کردن خیلی ها تقریبا غیر ممکنه، حتی اگر خداوند مستقیما بیاد و با اونها گفتگو کنه. ما 3 نوع 2 پا داریم: بشر، انسان و آدم. کاملترین 2 پا از نظر روحی آدمه. بشر نوع اولیه 2 پا و کم خردترین اونهاست که هنوز هم بین ما حضور داره. و بعد از مدرنیته یعنی اوایل قرن 19 تعداد انسان ها رو به فزونی رفته بود که خردی در حد زندگی اجتماعی متمدن رو داراست و از خرد الهی تهی است. آدم، همون آدمی که در موردش هنگام عبود گفته شده، نوع خردمند انسانه که همونطور که در پست خلقت گفتم، بخش خردمند الهی در اون حلول کرد. و این 3 نوع الان در هم آمیخته و در حال زندگی بر روی زمین هستند.
ولی تشخیص و تفکیک اینها از هم ممکن نیست، چرا که همه دو پا و دارای یک شمایل است. هم که ادعای عاقل بودنشون میشه. برای همینه که وقتی یک نفر سر انسانی رو میبره یا حیوانی رو آزار میده، ادعی میبینن و با تحیر میگن چطور میتونه این کارو بکنه؟ من بهت میگم چون اون یک بشر دو پاست و بشر دو پا همون بشری که در دوره پارین سنگی زندگی میکرده و هیچ خرد انسانی و الهی درونش وجود نداره و مانند حیوانات میمونه. بنابر حکمت متعالیه ملا صدرا، روح و بدن متعهد بوده و یک چیز را تشکیل میدن. نفس و روح ما مادامن همراه خداوند بوده و تنها با حبوط وارد کالبد بشری شد و چون خداوند مخلوق نیست، ما نیز مخلوق به معنای مصطلح آن نیستیم و ازلا و ابدا در عوالم مختلف همراه خداوند بوده و خواهیم بود. خداوند جسم را خلق کرد و نفوس و ارواحی که موجود بودند را در اجسام حلول داد و نفخت فیه من روح. و چون خداوند مخلوق نیست، پس اجزای آن هم مخلوق نیست. البته به کار بردن کلمه اجزا به دلیل ضعف در کلمات برای انتقال مفاهیم دوست. برای روشن شدن کلمه اجزا به مثالی که میگم دقت کنید. با یک شعله شمع چند شمع رو میشه روشن کرد؟ پاسخ معلومه، بی نهایت. اینکه ما از خدا هستیم به همین صورت. ما شعاع نوری هستیم از انوار خداوند با تمام آثار و صفاتی که خداوند داره و البته خدا نیستیم، زیرا خداوند اصالتا نور و ما به طبع نور هستیم و اصیل نیستیم و هر چه داریم از خداوند داریم. بیشترین بهره‌مندی از نور خداوند رو حضرت محمد بردند و سپس اولیای خدا و باقی مردم. کما اینکه رسول خدا فرمودند من اولین فردی بودم که در عالم زر اجابت دعوت خداوند را کردم و بلی گفتم، همونطور که در اصول کافی هم نقل شده. منطقی هم هست. طبق عدالت الهی پیامبران هم خودشون پیامبر شدن، نه اینکه شانسی و دل بخواهی بوده باشه. در پست عوالم زر مفصل شرح میدم که چه اتفاقی افتاد. حواست به جزئیات اعمال و تفکراتت باشه دوست من. میخوای حالت خوب باشه و در مسیر خداوند باشی، اول از همه نماز اول وقت تو ترک نکن که با همین نماز به خیلی جاها میرسی. دوم، بدان تا درک کنی در محضر چه کسی داری بیدار میشی، زندگی میکنی و میخوابی و جلوی چه کسی برای نماز ایستادی. قادر مطلق عاشق هر چیزی هستی مجاز از عشق خداونده. به هر چیزی علاقه داری مجاز از علاقه فطری درون تو به خداونده. آب، درخت، کوه و هر چیز دیگه‌ای که میبینی همشون مجازی هن و انعکاس عالم حقیقتن. تصویر یه درخت رو تو آینه تصور کن. درسته تصویرش همونه، ولی آیا واقعیه؟ میتونی لمسش کنی؟ میتونی زیرش بشینی یا از میوه‌هاش تناول کنی؟ قطعاً خیر. دنیای مادی هم همینه، تصویری در آینه و فیضی که میتونی ازش ببری اندازه همون بهره‌ایه که میتونی از تصویر درخت تو آینه ببری. هر چقدر هم که تلاش کنی نمیتونی بیشتر بهره ببری، چون خاصیت آینه همینه و قابل تغییر نیست. به مثال هم دقت کن. چرا عرفایی از شراب روحانی میگن و مصرف مسکرات حرامه؟ معنی سکر میشه چیزی که انسان رو از هوشیاری خارج میکنه، مثل شراب و همه نوع مواد مخدر و روانگردان که انسانهای پلید خلق. دلیل حرام بودن در عالم ماده هم اینه که تأثیر مخرب عقلانی روی انسان میذاره و حالتی تصنعی بهش میده، حالت روحانی مصنوعی بهش میده که در عالم معنا حقیقیش وجود داره. گفتن در بهشت شرابهایی برای مؤمنان وجود داره. اون شراب روحانی دوستان. مسکرات این دنیا سم روحانی، چون نه تنها قوه عقل رو برای ساعتها کاملا غیر فعال میکنه، بلکه اثر طولانی مدت روی این قوه میذاره و بسیار ضعیفش میکنه و این قوه تنها راهنمای انسان در این دنیاست و
بعد از این دنیا هم همراهشه. مسکرا تنها حالت مصنوعی شراب روحانیه و این حس رو به ذهن القا میکنه که به مقصد رسیده و اونو اشباع میکنه و ذهنی که گول خورده برای حرکت به سمت شراب روحانی دیگه انگیزه‌ای نداره، در حالی که در حقیقت این اتفاق نیفتاده و تنها این یک حس واهیه. برخی از دوستان میگن من از فلانی خوشم نمیاد، ولی نمیدونن چرا. علاقه نداشتن شما به اون شخص به خاطر خداست یا برای نفستون. بررسی کنید. فلان غذا رو دوست ندارن، هوای آفتابی دوست ندارن، فلان حالت رو در دیگران دوست ندارن، مثلا ملچ مولود شو یا نمیدونم مرد کشیدن چای. وای من مامانم اینا. عذر میخوام از بیان این مسائل، ولی همینا اصل شخصیت رو میسازه. حساسیت های شخصی نفس رو پرورش میده و حساسیت های الهی روح الهی رو. نکته آخر، انسان کامل از نظر معنی ظاهری لغت بی‌معنیه. هیچ انسانی نمیتونه کامل باشه، چون خداوند بی انتهاست. روح انسان هم که اثری از خداونده بی انتهاست، ولی این بی انتهایی روح انسان همیشه قبل از خداونده و اینکه هیچ انسان معمولی نمیتونه به مقام ائمه و پیامبران برسه. مثال سیاره‌ای رو در نظر بگیرید که در اولین لحظه انفجار بیگ بنگ در لبه انفجار بوده. اون سیاره از ابتدای بیگ بنگ تا همین ثانیه، یعنی همین الان، در حال دور شدن از مرکز انفجاره. سیارات که بعد از این سیاره از مرکز انفجار جدا شدن هیچ موقع به سیاره اول نمیرسن، چون با یه سرعت در حال انبساط هستن و هیچ موقع هیچ کدومشون متوقف نمیشه. خب چطور میشه به مقام پیامبری رسید که از روز الست که مقامش مشخص شد و تا بی نهایت در حال عبادت و رشد رسید؟ هدفی به معنی رسیدن در مسیر الهی در کار نیست. کما اینکه ما آدم‌های معمولی توقف و کندی هم در مسیر داریم، ولی اون بزرگواران نور حقیقی هستن و توقفی در کارشون نیست. موفق و سربلند باش یاران من.